امروز در تالار مجلس عالی جمهوری تاجیکستان تحت ریاست رئیس مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان محمد طاهر زاکرزاده جلسه یکم یکجایی مجلس ملی و مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان برگزار گردید. جلسه یکم یکجایی بعد از تشکیل کاتبات جلسه، انتخاب کمیسیه به حسابگیری آوازها و مقرر کردن ترتیب انعکاس کار جلسه، روزنامه خود را عبارت از 15 مسئله تصدیق نمود. ادامه موضوع در گزارش همکارانمان. 17 اپریل در تالار مجلس عالی جمهوری تاجیکستان جلسه یکم یکجایی مجلس ملی و مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان دعوت ششم برگزار گردید. در اساس ماده 9 قانون کنستیتوسیونی جمهوری تاجیکستان درباره مجلس عالی جمهوری تاجیکستان و ماده 2 دستور جلسه های یکجایی مجلس ملی و مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان که جلسه های یکجایی مجلس ملی و مجلس نمایندگان را رئیس مجلس ملی و رئیس مجلس نمایندگان با نوبت رئیسی میکنند، تحت رئیس مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان محمد طاهر زاکرزاده برگزار گردید. در کار جلسه سروزیر جمهوری تاجیکستان، یاردمچی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان عاید به مسئله های حقوقی، نماینده وکالتدار پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در مجلس عالی جمهوری تاجیکستان، رئیسان سود کنستیتوسیونی، سود عالی اقتصادی، پروکورور ژنرالی جمهوری تاجیکستان، رئیس کمیسیه مرکزی انتخابات و رایپرسی جمهوری تاجیکستان، رئیس پالات حساب جمهوری تاجیکستان، دیرکتور اگنتی نظارت دولتی مالیوی و مبارزه با کروپسیای جمهوری تاجیکستان، رئیس بانک ملی جمهوری تاجیکستان، وکالتدار عاید به حقوق انسان در جمهوری تاجیکستان، اینچنین نمایندگان واسطه های اخبار عامه که دعوت شده بودند اشتراک داشتند. جلسه یکجایی بعد از تشکیل کاتبات جلسه، انتخاب کمیسیه به حسابگیری آوازها و مقرر کردن ترتیب انعکاس کار جلسه، روزنامه خود را عبارت از 15 مسئله تصدیق نمود. سپس مسئله های روزنامه عاید به تصدیق نمودن فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان درباره از وظیفه معاون سروزیر جمهوری تاجیکستان آزاد نمودن زاکرزاده، عاید به تصدیق نمودن فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان درباره از وظیفه وزیر عدلیه جمهوری تاجیکستان آزاد نمودن شاه مراد، عاید به تصدیق نمودن فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان درباره از وظیفه وزیر مهنت، مهاجرت و شغل اهالی جمهوری تاجیکستان آزاد نمودن تقایزاده، عاید به تصدیق نمودن فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان درباره از وظیفه وزیر رشد اقتصاد و سودای جمهوری تاجیکستان آزاد نمودن حکمت الله زاده، عاید به تصدیق نمودن فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان درباره از وظیفه وزیر فرهنگ جمهوری تاجیکستان آزاد نمودن آرونبک زاده، عاید به تصدیق نمودن فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان درباره از وظیفه وزیر معارف و علم جمهوری تاجیکستان آزاد نمودن سعید، عاید به تصدیق نمودن فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان درباره از وظیفه وزیر کشاورزی جمهوری تاجیکستان آزاد نمودن ستاری، عاید به تصدیق نمودن فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان درباره معاون سروزیر جمهوری تاجیکستان تعیین نمودن عصمت الله زاده، عاید به تصدیق نمودن فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان درباره معاون سروزیر جمهوری تاجیکستان تعیین نمودن گل محمد زاده، عاید به تصدیق نمودن فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان درباره وزیر عدلیه جمهوری تاجیکستان تعیین نمودن اشوریان، عاید به تصدیق نمودن فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان درباره وزیر مهنت، مهاجرت و شغل اهالی جمهوری تاجیکستان تعیین نمودن جبار زاده، عاید به تصدیق نمودن فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان درباره وزیر رشد اقتصاد و سودای جمهوری تاجیکستان تعیین نمودن ذوقی زاده، عاید به تصدیق نمودن فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان درباره وزیر فرهنگ جمهوری تاجیکستان تعیین نمودن دولت زاده، عاید به تصدیق نمودن فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان درباره وزیر معارف و علم جمهوری تاجیکستان تعیین نمودن امام زاده، عاید به تصدیق نمودن فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان درباره وزیر کشاورزی جمهوری تاجیکستان تعیین نمودن سلیم زاده
بررسی گردیده قرارهای داخلدار قبول کرده شد.